آخوند و نطقی پیرامون نماز بی ولایت. همون خدا که فرمود نمازو برام بیار، بی وضو ارزش نداره. همون خدا که فرمودن نمازو برام بیار، پشت به قبلش ارزش نداره. همون خدا فرمودن من نماز و اعمالو میخوام با رنگ محبت علی و اولاد علی. اگر این رنگ به عمل بیاد، عمل رو میپسندم با حفظ سایر شرایط. اگر این رنگ به عمل نیاد، نماز بی رنگ محبت علی و اولاد علی از نماز بی وضو هم برام بی ارزش تره. بینندگان عزیز، نمیدانیم چرا این روزها از قول الله متعال مطلبی را به دروغ ذکر کردن اینقدر آسان شده است. اینکه نماز بدون وضو و پشت به قبله نماز خواندن درست نیست قابل قبول است و محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نیز جزو ضروریات و مکملات دین است. اما اینکه بگوییم که نماز بی ولایت قابل قبول نیست و کسی که افسانه ولایت را قبول نداشته باشد نمازش هیچ ارزشی ندارد، توهمی بیش نمی باشد. چرا؟ چون که اصلا ولایتی که شیعه به آن اعتقاد دارد ریشه و اساسی ندارد. حال ما از این آخوند می خواهیم که اگر واقعا الله متعال چنین فرموده که نماز بی ولایت علی از نماز بی وضو ارزشش کمتر است، برایمان بیان کند که در کجای قرآن چنین فرموده است. چرا که کلام الله به صورت وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که شرح دهنده و بیان کننده قرآن می باشند هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشتند. پس می شود بپرسیم این فرمایش را با استدلال به چه سند معتبری فرمودید؟ الله متعال می فرماید: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. و زمانی که الله از اهل کتاب پیمان گرفت که باید کتاب را برای مردم بیان نمایید و آن را پنهان نکنید، اما آنها آن را پشت سر انداختند و به بهای کمی مبادله کردند، چه بد معامله نمودند. قضاوت را به بینندگان عزیز می سپاریم.